رحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، به نام خدایی که جان آفرید، حکیمی سخن اندر زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، مسافران محترم. الحمدلله در این شب مبارک جمعه، بهترین شب، بهترین روز که پگه انشاءالله حج المساکین است. الله سبحانه و تعالی دیدار یکدیگر نباشم، صدای یکدیگر شنیدن الله مناسب دید، تنی صحت داد، خاطر جمع. بسیار به الله شکر گزار هستیم که امروز و شما عزیزان هم صحبت شدن مناسب دید. الحمدلله چند روز پیش خدا خواهد به شما عزیزان هم صحبت شدیم درباره انشاءالله خیر احسان، درباره انشاءالله خدا خواهد صدقات جاریه. انشاءالله خدا خواهد این خیر است که پاداش الله سبحانه و تعالی در این دنیا هم و در آخرت هم و در عالم برزخ هم انشاءالله الله میرسوند. شاعر میگد حق تعالی بر در جنت نوشت که جای اسخیا باشد بهشت. انشاءالله الله سبحانه و تعالی حتی در جنت برای انشاءالله سخاوتمندان علاهده یک دروازه دارد. حتی روز قیامت اسخیا با آواز بلند نزد الله میگفت که اولین شدم من انشاءالله جنت میدارم. چهار کس انشاءالله خدا خواهد مبارزه میبرم برای جنت درمدن. قصهش درازتر است، لیکن جبرئیل امین بین آنها را به صلح و عدلی انشاءالله عادلی، شهید و یعنی انشاءالله عالم و حاجی و سخاوتمند، آخرین حکم اولین شده سخاوتمند انشاءالله داخل جنت میشد. عزیزان من، البته اون سخاوت های میکنید چی خفیتا چی آشکاره، البته مردم نداندم، در دفتری الله سبحانه و تعالی کتابت است. دلگیر نشین انشاءالله خدا خواهد. تا این روز دستگیری کردیم، ما بسیار انشاءالله از شما منت داریم، و شما یک جهان تشکر. انشاءالله هر روز دعا میکنیم الله مهربان انشاءالله خدا خواهد محبتی که به این وطن داریم برای پیشرفت این وطن، آبادی وطن انشاءالله کمر همت بستین. البته پاداش الله در این دنیا هم انشاءالله در آخرت هم میدهد. حضرت مولا میگن به یک قول به یک احسان 700. خدا دیهد از فضل دیهد. خدا حد گفت اقرض الله ای جان، چرا نبخشی در رای حق خرج احسان. انشاءالله خدا خواهد این اجر و پاداش الله میدهد. انشاءالله ما بسیار منت داریم، دستگیری کردیم خدا خواهد 120,000 روبل انشاءالله خدا خواهد با ما شما زدین. انشاءالله 17,400,000 شد انشاءالله خدا خواهد. البته این پول ما گرفتیم انشاءالله، در دست ما هست این پول خدا خواهد. انشاءالله این پول البته صاحبش خدا خواهد روزای نزدیک میابد، لیکن حالی هم خدا خواهد ما و شما همگی خدا خواهد 100,000 روبل دیگر تقریبا انشاءالله محتاج هستیم. از شما عزیزان انشاءالله التماس میکنیم که این خیر ما ادامه دارد خدا خواهد. انشاءالله امید میکنیم که شما در یک روز این پول زدیم. البته خدا خواهد، البته الله اجرش میتید، مکافاتش میتید، همه در جاش رفته است از خدا خواهد. البته اگر درباره اخبارات یعنی چاه اخباراتیم، چاه توربش زده شدگی هم انشاءالله خدا خواهد روزای نزدیک کمپریسر گفتگی چیز یعنی پوف کرده و تازه میکند همون شکافاشه خدا خواهد. آب میسنجیم گفتن چقدر اگر آب باشد موافقی هوای نساس میارن انشاءالله نساس هم مونده آب خدا خواهد ریخته میشد. روزای نزدیک حرکت دارن متخصص هم خدا خواهد انشاءالله. البته شما دلگیر نباشین انشاءالله روزای نزدیک ما اخبارات پورا کاملا انشاءالله به شما میرسانیم که چقدر پول شد، چقدر ای خرج، چقدر از شما مسافران انشاءالله یعنی این پول خدا خواهد یعنی صرف شدگی هاشون همش نه انشاءالله خدا خواهد. ما مسئولیم، جوابگر شخص هستیم، پیش شما دم پیش الله سبحانه و تعالی نم انشاءالله جوابگر هستیم. البته پول شما را خدا خواهد نتیجه هاش خوب میتیم. با دلگیر نباشیم، ما با یک کار خیر با دست زدیم انشاءالله خدا خواهد.
اولا گفتیم دیگر این کار نمیکنیم، لیکن وطن است خدا خواهد انشاءالله. این وطن است. میبینیم جوانای ما و شما را، میبینیم زنهای ما و شما را، میبینیم مادرانی که هر روز خدا خواهد پی آب عذاب میکشند، آبهای حتی اینکه ناخوش استفاده میبرند. میبینیم خدا خواهد گاه دلگیر میشم، گاه آب دیدم میریزد، گاه خدا خواهد آرزو میکنم که کاش الله بایم میکرد، گاه پولدارم میکرد. خداوند محتاج شما را هم نمیشنیم، البته خدا خواهد صرفش میکردیم، لیکن امید دارم خدا خواهد انشاءالله که آیندم تا جان دارم برای پیشرفت وطن، برای خدا خواهد خلق عزیز ما در راه الله خدا خواهد کمر همت میبندیم، خدمت میکنیم. گمان نادرست نکنین عزیزان من، این گمانایی که شما میکنین نسبت دیگر برادرها خطا است. گمان بدم در قرآن حرام است عزیزان من. بعضی برادرایی که در اینجا خدمت دارن خالص، شما گمانای بد دارید، این عاقبت شوای است. گمانی بد نکنین خدا خواهد هیچکس پول شما را، یک سوم شما را خدا خواهد خیانت نمیکند. تا جان داریم ما از الله میترسیم انشاءالله. خدا خواهد تا این کار انجام دادن شبها میشد خواب نمیرفتیم، چون که امانت خیانتش منافقی است. امانت شما فقط جوابگری دارد. حتی در قبر آدم قرض داره، پیامبر بزرگان میگن که شنگش میزنن تا که قرض و هیچ کس ادا نکنه و هیچ کس رها کرده نمیتونه. این پول در ما قرض بود، الحمدلله. که شبا خوابم نمیبره، تا که از خدا دعا میکنم که زودتر این خدا خواهد به انجام رسانیم، زودتر از قرض مردم انشاءالله خلاصیدن آرزو میکردم. الحمدلله الله رسون، خدای شکر، به عدد به حساب شکر. گپ زنیم، گپ بسیار است عزیزان من. خدا خواهد روزای نزدیک با سخنهای خوب کردی، چهره کشوده کردی انشاءالله، خندیده انشاءالله. خدا خواهد گریسته، میگن که برادرها گریسته میگد جوبار میکردی، خندیده آب میتی. روزای میشود که خدا خواهد تبسم در بین جمعیت ما، همه شما را دعا دارد، نه ما بلکه تمام خدا خواهد زنها، تمام کمپیرها و موسفیدا همیشه از شما منت دارستند، همیشه. چون که شما در 4 سال اخیر بسیار انشاءالله دستگیری کردین، به عدد شکر بسیار دستگیری کردین انشاءالله. خدا خواهد امروز تا آخر با دستگیری داریم، تا آخر با خدا خواهد میستیم، یک پا تا جان داریم خدا خواهد انشاءالله این وطن آباد میکنیم. همین چیز از ما و شما میماند. گفتی همون حضرت خدا خواهد شیخ سعدی که آنانی که کاشتن پس آیندگان میوه برداشتن. چند چیز کاشته شد برای ما، برای دیگران هم ما بیکاریم نیست برادرها. خدا خواهد برای ما چندقدر بابامون کرده رفتن، امروز ما او خورده خرسندیم. ما هم کنیم آینده نصیب ما، چون که حیات چقدر دوام میکند فقط الله میدوند. که قیامت خواهی میشد نه بجز خدا کسی نمیدوند. لیکن بنده میگد با امید، یعنی از ناامیدی ها بسا امید است. پایان شبی سیاه سفید است. خدا خواهد آرزو میکنیم، امید میکنیم که الله سبحانه و تعالی هر یک کاری ما و شما در فرشته آمین میگن. هر یک کاری ما و شما در دفتر الله البته کتابت است. چی نیکی ها چی بدی ها خدا خواهد البته مکافات دارد. حضرت مولا میگن زی مکافات عمل غافل مشو، گندم زی گندم روید و جو زی جو، چونین میگوید پیری معنوی هر چی کاری همان بی دروی. خدا خواهد اگر ما گنده باشیم، ما انشاءالله خدا خواهد نادرست کراشیم، البته پاداش الله زودتر میتید در این دنیا هم و در آخرت هم. لیکن حرکت میکنیم که خطا نکنیم، حرکت میکنیم انشاءالله خدا خواهد خیلی کاملا پررتن، حتی که در نزد الله خدا خواهد چهره شده بود داشته باشیم و نزد خلقی مردم عزیز هم انشاءالله باید که چهره شده باشیم. برای این عزیزان من خدا خواهد سخن من یکی برادران ما و شما خدا خواهد امروز رسیده آمدن از پیش شما. خدا خواهد من برادر که خدا خواهد چند ها آرزو میکردیم امروز خداوند دیداری دیگر دید. بسیار شکر گذاریم. هر یک شما را ما منتظریم، چیش گنده هستین چی نغزین شعاری هستین. خدا خواهد انشاءالله همیشه ما شما در آغوش میگیریم، همیشه خدا خواهد در دعا هستیم، ما شما را جدا نمیکنیم. تا جون دارم زنده باد خدا خواهد و شیار زمین، زنده باد بچه های عزیز ما و شما. همیشه ما شما را دوست میداریم، همیشه شب و روز 5 وقت نماز انشاءالله که یک پیری دعاگوی ما و شما با این مجام بدن.
هر روز دعا میکنند، ما جانشین هوای ها همیشه دعا میکنیم، همیشه شاد، همیشه سربلند باشین، در کجای باشین در امان خدا باشین. خداوند انشاءالله خدا خواهد دولت های بشمار تد، خداوند ایماناتون مستحکم بگرداند، برای راست هدایتتون نماید، از راه شیطان لعین شما را دور بگرداند و زودتر و خوبتر بر وطن عزیز و پیش خدا خواهد فرزندان و پیش زنها و پیش پدر و مادر برگشتن را الله نصیبه بدارد. آمین و رب العالمین. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله و بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، همدیاران مهربان، مسافران گرامی، الله مهربان از همه شما راضی باشد و در کسب و کار شما، در رزق و روزی شما برکات نصیب بگرداند و اهل شما را، نسل شما را صالح و صالحه بگرداند. برادران عزیز گرامی، الحمدلله من تقریبا 2 سال 1 ماه گذشت. ما با استاد عزیز خود من باز واخوردیم، آغوش یکدیگر گرفتیم، صحبت کردیم. البته گفتنی‌هایی هست که به شما رسانیم. برادران عزیز، من از آن روزی که ابتدا به این کار کردیم، استاد ما در اینجا و ما با اعضاهای گروه خود در دیار مسافری با مصلحت یکدیگر، با گفت و شنید یکدیگر، الحمدلله تا این وقت کار را ادامه کردیم. وقتی که ما با استاد همراه شدیم و کار را ادامه کردیم تا این وقت، بسیار خوبی ها شد. از خیرها سر کرده تا آخرین برآوردن سکواش ها. البته این یک محبت و مهر و عاقبت بزرگی بین ما است. یک فضل الله است. برادران عزیز، من حاضر ششتم با استاد حجت هایی که استاد بر من نشان دادم، باور کنین بسیار خیلی حقیقت است. استاد هر یک کاری که میکنند، هر یک صرف و خرجات هایی که میکنند، در نزد خود حجت ها دارند، پادپیس ها دارند و گواه ها دارند. برای ما دلالت نامه ها را نشان دادند، چه از خیرها باشد و چه از سکوش هایی که تا آخر رسیده ایستاده است، این را نشان دادند. گفتنی هستم که برادران عزیز، شما از خیر خود، از گویم احسانهای خود هیچ دلگیر نباشید. احسانهای شما به جای خود میرسد، به سوم شما خیانتی کرده نمیشود. ما باید شکرگزار باشیم که چنین انسانها، چنین استادها را الله برای ما نصیب کرده ایستاده است. یک مقدار کمی که تقریبا 16 میلیون دیگر است. انشاءالله 16 میلیون دیگر برای ما لازم است. 16 میلیون سوم انشاءالله دستگیری کنید برادران. انشاءالله ما اینجا آمدیم، با همراه استاد هستیم. برای شما ویدیوهای نو با نو را انشاءالله اینستال میکنیم، برای شما پیشکش میکنیم. هر یک نویگری هایی که میشود من با همراه استاد پیشکش میکنیم. 16 میلیون دیگر برای ما ضرور است برادران. ما در اونجا جمع میکنیم، پول ارسال میکنیم، خلاص همینه. ما دعوت میکنیم، بیدار میکنیم، ارسال میکنیم. اما در اینجا وقتی که من در اینجا ششتم و معماهایی که در اینجا هست دیدم خیلی بسیار است. چه معماها قبول کردن مبلغهای شما، چه در بین خلق معامله کردن، چه با او متخصصان کار معامله کردن و رفت بیا، و چه با معامله کردن با کارگرهای حکومت. همه این دشواری ها در گردن استاد است. برادران عزیز، این بسیار وظیفه دشوار است و بسیار یک مسئولیت وزنین است. بیایید اکنون تا این دم آمدیم، با این نزدیکی ها آمدیم، یک قدم ماند و خلاص. برادران عزیز، 16 میلیون یک غیرت کنید، یک همت کنید برادران. این را به جایش گذاریم، با آخر رسانیم. انشاءالله از این خدمت ما، فرزندان ما،
فرزندان ما تا این آبی که هست انشاءالله بعد از سر ما ثوابش در قبر انشاءالله میرسد. چنانه که در حدیث پیامبر ما صلی الله علیه و سلم آمده است یکی از صدقات های جاریه این برآوردن آب است. برادران عزیز انشاءالله سخن گویم، سخن بسیار است برادران. یک خواهش دیگر همین که ما امروز در اینجا آمدیم، ما برگشتیم اینجا با برادر دورانبک، کسانی که شما دعوت کرده میتونید، کسانی که سخن کرده میتونید به همراه شوید، با دورانبک همراه شوید، دعوت کنید. اگر چنده که شما مال ندارید لیکن دعوت کنید، بیدار کنید برادران را، بیدار کنید تا که کمی باشد هم از حصه خود، از حصه مال خود کمی باشد هم خیر و احسان کند تا که فردا در نزد الله شاهد شوند و خرسند شوند. همه شما را به الله بزرگی یکتا میسپاریم. الله در کسب و کار شما برکات نصیب بگرداند و در رزق و روزی شما برکات نصیب بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله.